سیگال مرا بیار. من برم نونوایی. میگم که برو سیگال مرا بیار. نون تموم میشه. تو دستور میدم برو سیگال مرا بیار. سیگار اینجا هست. سیگال من دارم. برای سیگال مقصد نبود. شما شاهد می‌بینید که نوه من اینجا آمد، من 3 دفعه تکرار بهش کردم، حرف مرا گوش نداد. من نمیخوام اینطور بچه به بار بیاد. اگر اینطور بچه تنبل به بار بیاد به کار جماع نیاد. من در شرکت نوید بودم، یک مهندس ایرانی باش کار میکردم، جعده درست میکردی. یک چند روزی گذشت و 2 مهندس خارجی آمدن، ذره تناف زدن جعده را، گفتن فلانجا 5 سانت کم است. مهندس ایرانی فرمود که اون 5 سانت با شنماسه مرمت از بین میره. من به تکرار میکنم که اون 5 سانت باید درست بشد، در اون موقعی که مرمت شد درست در بیاد. بعد او رفت. بعد که رفت گفتم آقای مهندس چطور شد شما 6,000 تومان حقوق دارید، با فرمایش شما اون 12,000 تومان. گفت اونها یک دفعه که دستور میدی عمل میکنن، چون 2 دفعه به من دستور داد برای خاطر اون 6,000 تومان، برای خاطر اون 2 دفعه دستور دادن است. این من 6,000 تومان میگیرم، اون 12,000 تومان.